به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستداران عزیز، بینندگان محترم و برادران و خواهران عزیزم. خب طبق قولی که بهتون داده بودم، من کانال جدیدم رو دوباره شروع کردیم به کار و یه کانال جدیدی رو اختصاص دادیم فقط به لغات و معانی و طرز تلفظش. من تا جایی که تونستم لغاتی رو جمع آوری کردم که این لغات رو خدمت شما می‌نویسم، با هم دیگه تمرین رو تکرار می‌کنیم و پارت به پارت جلو می‌ریم. خواهشی که ازتون دارم اینه که حتما این جلسات و این تمارین رو مرتب مشاهده بکنید، تلفظ بکنید تا بتونید با سرعت خیلی بیشتری پیشرفت داشته باشید و رو به جلو برید. خب دوستان، من جلسه قبلی رو البته تو اون کانال قبلی هم گذاشته بودم، منتها چون دیگه حالا تفکیک کردیم اون جلسه رو هم داخل این کانال براتون گذاشتم و حالا دیگه از این به بعد ما در این کانال به صورت اختصاصی فقط لغات رو کار میکنیم و معانی و همچنین پرونانسیشنشون و همون تلفظشون رو با شما کار میکنیم. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو هم حتما برای من بنویسید و بگید که حالا کیفیت این کلاس ها به چه صورتی هست، اگه نیازه که ما تغییراتی رو درش ایجاد بکنیم. ممنونم. خب دوستان، لغت ها رو من اول می نویسم. لغت اول increase، لغت بعدی synonyms، لغت بعدی equivalent، لغت بعدی pronunciation، لغت بعدی عذرخواهی میکنم accent، لغت بعدی additional، extra، manner. خدمتتون عرضم way، لغت بعدی asleep، awake، reach، poor، again، البته حالا یه again داریم و یه gain داریم که اینها معانیشون مختلفه. حالا من توضیح میدم خدمتتون. lose، tie، untie، و لغت آخرم یونیکو که من اینجا براتون می‌نویسمش، یونیکو. خب یک بار تلفظا رو با هم دیگه کار میکنیم و بعد معانی رو من خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. لغت اول increase، synonyms، equivalent، pronunciation، accent، additional، extra، manner، way، asleep، awake، reach، poor، again، gain، lose، tie، untie و unico. خب لغت اول increase هست. increase به معنی افزایش دادن، افزایش یافتن،
ارتقا پیدا کردن. سینونیمز به معنی هم‌معنی، کلماتی که با همدیگه به صورت هم‌معنی هستند. ما اینها رو میگیم سینونیمز. خب لغت بعدی equivalent. equal بچه‌ها ما خود لغت equal رو داریم. equal یعنی مساوی، برابر. حالا اینجا equivalent به معنی هم معنا هست، هم معنا یا به عبارتی مترادف. هم معنا، مترادف، معادل هم ما میتونیم برای شما معنا بکنیم. equivalent. pronunciation که خیلی راحته و همتون میدونید، یعنی تلفظ کردن. pronunciation. این ITA، این TION همیشه در هر کلمه‌ای، در هر جایی که شما به این TION رسیدید، این رو باید تلفظ بکنید. pronunciation. خیلی راحت. لغت بعدی اکسنت که باز معنی تلفظ رو میده. اکسنت به معنی تلفظ هست، یکی از معادل های پرونانسیشنه. لغت بعدی ادیشنال. ببینید الان اینجا دوباره TION رو داریم که ما باید تلفظش بکنیم. ادیشنال یعنی زائد، به معنی زائد و اضافی هست. ادیشنال به معنی زائد و اضافی. خب اکسترا هم دوباره همین معنی رو میده، باز اکسترا هم به معنی اضافی هست. manner به معنی راه، manner به معنی راه، وی معنی راه رو میده، اما ما میتونیم برایش یه معنی دیگه هم داشته باشیم. راه و روش یک قضیه ای رو از وی استفاده میکنیم. manner یعنی راهکار، یعنی راه حل بیشتر میتونیم براش در نظر بگیریم. معانی مختلفی داره، ولی خب حالا ما اون چیزایی که به صورت معتبرتر هست رو خدمت شما ارائه میدیم. asleep که از sleep میاد، به معنی خواب، به معنی خوابیدن. awake که یه جورایی در واقع متضاد اینه، به معنی بیدار شدن. rich به معنی ثروتمند. poor به معنی فقیر. again به معنی دوباره و gain به معنی به دست آوردن هست بچه‌ها، به دست آوردن هست. خدمت شما عرض کنم که lose متضاد gain، یعنی اینجا gain رو ما گفتیم به دست آوردن، lose به معنی از دست دادن هست. و تای به معنی بستن. اینا در واقع ما میتونیم، اینا رو شما میتونید یادداشت بکنید و به حافظه خودتون بسپارید که مثلا ریچ متضاد پور میشه، ثروتمند فقیر. مثلا گین متضاد لوز میشه. اینا رو به نظر من یه قسمتی رو در اون دفترچه یادداشتتون حتما تهیه بکنید و یادداشت بکنید که این مترادف‌ها، متضادها، اینا رو من سعی میکنم در لابلا خدمت شما بگم. تای به معنی بستن، آن تای متضادشه، به معنی باز کردن میشه. و یونیکو هم به معنی خاص، به معنی منحصر به فرد. خب اینها یه سری از لغات بودن. خب من اینا رو الان پاکشون میکنم تا بتونم لغات دیگر رو خدمت شما بگم. خب ما تا لغت یونیکو اومدیم، به معنی منحصر به فرد.
در ادامه لغت usual رو داریم. usual. لغت soft رو داریم. soft. hard. اینا دیگه خیلی ساده هم بچه ها. tiny. ما دیگه خیلی سریع میگیم خدمتتون. little رو داریم. little. big رو داریم دیگه خیلی ساده شد. large و throw. large و throw. لغت catch و early رو داریم. catch و early. لغت late و disagree. late و disagree رو داریم. cheerful و agree. cheerful و agree رو dاریم و exciting و boring که دو تا از لغت‌های خیلی مهمن. exciting و boring رو داریم و خدمتتون عرضم که فت و سین رو داریم که اینها هم در واقع دو تا لغت ساده اما کاربردی در لغات و جملات. خب usual, soft, hard, tiny, little, big, large, throw, catch, early, late, disagree, cheerful, agree, exciting, boring, fat و thin. خب معنیاش رو دیگه همتون بلدین اما من بازم می‌نویسم خدمتتون. usual قیدی هست که در جملات استفاده میشه به معنی معمولی. soft به معنی نرم. hard به معنی سخته که در واقع میتونیم بگیم soft متضاد hard هست. tiny به معنی کوچکه. little به معنی کمه. حالا ما میتونیم هم بگیم کم هم میتونیم بگیم کوچک، یعنی در واقع تاینی و لیدل اینها هم یه جورایی با همدیگه مترادف هستن. بیگ که به معنی بزرگ، خب خیلیاتون میدونید. لارج به معنی بزرگ و در واقع لارج کلمه‌ای هست که برای معمولا سایز پیراهن، لباس، پوشاک ازش استفاده میشه. بیگ اما برای مثلا چیزی که خیلی فضای زیادی رو اشغال میکنه ما از بیگ استفاده میکنیم. خب در واقع این دوتا هم با هم دیگه هم معنا شدن، بیگ و لارج. throw به معنی پرتاب کردنه، پرت کردنه که من اینجا براتون می نویسم. throw پرتاب کردن، چیزی رو پرت کردن. catch به معنی گرفتن، catch به معنی گرفتن هست. مترادف اگر یادتون باشه gain میشه، به دست آوردن، گرفتن. early به معنی زوده که باز هم اینها قید جز قید هامون حساب میشن. زود و late هم به معنی دیر هست. در واقع این دوتا هم با همدیگه به صورت متضاد هستن. خب بعد هم لغت disagree رو داریم که disagree به معنی مخالفت کردن میشه، مخالف بودن و مخالفت کردن. cheerful به معنی شاد. agree به معنی موافق بودن هست. exciting به معنی هیجان زده هست. boring به معنی خسته کننده هست. fat هم به معنی چاق و thin هم به معنی لاغر. پس fat و thin با همدیگه متضاد میشن. boring و exciting هم با همدیگه متضاد میشن. در واقع میتونیم بگیم نقاط مخالف همدیگه هستن. خب خیلی سریع و بدون فوت وقت میریم سراغ لغات بعدی که من براتون برای این قسمت و این پارت آماده کردم.
خیلی راحته بچه ها. من زیاد نمیخوام سخت بگیرم، زیاد نمیخوام، سعی میکنم آموزشم رو خیلی راحت و روون خدمت شما بگم و تقریبا اکثر لغات رو هم خدمت شما ارائه بدم. خب بعد از فت و سین میرسیم به لغت بعدی glad و sad. خب glad و sad که اینها هم متضاد هم دیگه میشن. first و last، first و last که اینها هم متضاد هم دیگه حساب میشن. get و give که اینها هم get و give که اینها هم متضاد هم دیگه حساب میشن. جولی و سریس. جولی خیلی شنیدید در فیلم ها. جولی و سریس اینها هم متضاد هم دیگه حساب میشن. بک و فرونت. بک و فرونت اینها هم متضاد میشن. alone و together. خب حالا به هر حال کلمات یه جوریه که دیگه همینجا ما میتونیم متضادها رو هم بگیم. alone و together. alone و together. البته اینجا یه اچ باید اضافه کنم. together. always و never یا always و never که اینها هم هر دو تا قید هستن و متضاد هم دیگه میشن. above و below. above و below. و لغت پایانیمون هم که cool و warm هست. خب اینا دوتا بچه ها متضاد هم دیگه هستن، این دوتا هم متضاد هم دیگه هستن. خب من خیلی سریع تلفظاش رو خدمتتون بگم. glad, sad, first, last, get, give, Julie, serious, back, front, alone, together, always, never, above, below and cool, warm. خب معانیش رو هم می‌نویسیم و پارت رو تمام میکنم. glad که خیلیاتون می‌دونید بچه ها به معنی خوشحال هست. sad به معنی غمگین. خب این دوتا متضاد هم دیگه. first یعنی اولین، last یعنی آخرین. get به معنی گرفتن. get به معنی گرفتن. give به معنی دادن. پس اینا هم متضادن. ببینید این دوتا با هم دیگه، این دوتا با هم دیگه، این دوتا هم با هم دیگه. جولی و سریس. جولی یعنی کسی که شوخ طبعه، کسی که شوخه. سریس یعنی افرادی که به صورت جدی هستن. بک به معنی پشت. فرونت به معنی جلو که باز اینا دوتا دقیقاً متضاد هم دیگه میشن. alone به معنی شخصی که تنها هست. together یعنی با هم دیگه جمعی کار کردن اینها. خب always به معنی همیشه. never به معنی هرگز. پس اینا هم با هم دیگه متضاد میشن. above به معنی بالا. below به معنی پایین. cool به معنی سرد. warm means گرم. خب پس اینا همه لغاتی بودن که ما خدمت شما گفتیم و به صورت متضاد و مترادف هم دیگه بودن. خب and finish جلسه رو تمام میکنیم. امیدوارم که از این جلسه نهایت بهره و استفاده رو برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب و معرفی کردن و حمایت کردن از من لطفیه که شما دارید در حق بنده هدیه میکنید.
روز خوبی داشته باشید. Have a good day and have a good time.